اومدم استرالیا، میخواستن کنسل کنن، فؤاد رفتش به سمت نیوزلند، بعد میخواستن مهاجرت کنن، عمان که رسید مغازه بزنن. علت مهاجرت به چیزایی که تو ایران دیدن جفتمون با هم دیگه استعفا میدیم. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر، شبتون بخیر، حال وقتتون بخیر هر جای دنیا که هستید. امروز اومدیم با آقا فؤاد، دوست عزیز من که در واقع از ایران با هم دیگه مهاجرت کردیم به عمان. بعد یه چند سالی، حدود 3 سال فؤاد با هم دیگه تو عمان بودیم فکر کنم. آره. بعد حدود 3 سال توی عمان موندن، هر جفتمون راهامون از همدیگه جدا شد و من اومدم استرالیا، فؤاد رفتش به سمت نیوزلند. و اینکه خب هر کدومون الان فعلا داستانه خودمون رو داریم. امروز هم اومدیم که راجع به چگونگی مهاجرتمون، اولا از ایران، اینکه اصلا قصدمون چی بود، بعد توی عمان که رسیدیم در واقع چه کاری کردیم، بعد اومدیم تو نیوزلند در واقع چه چالشایی بهش برخوردیم، اومدیم در فؤاد که رفتش تو نیوزلند چه چالشایی برخورد، منم به ازاش توی استرالیا. حالا فؤاد یه خورده خودش رو معرفی بکنه و برگردیم. سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب من فؤاد ماروی هستم. تقریبا یه 5-6 ماهی رسیدم نیوزلند، از عمان اومدم و قبلا بیشتر 5-6 ماه فکر میکنم. فکر کنم 7 ماه شد. من فکر کردم 8 ماه شده فکر کنم الان. 8 آره ماه. دیگه یه ماه دیگه به دنیا میاد. ایول 8 ماه. آره جالبه. خب سپتامبر. بعد سپتامبر مگه تو از ایران نیومدی بیرون؟ چون من یادمه که سپتامبر بود، همچین چیزی من یادم پارسال. من فکر کنم 12 سپتامبر رسیدم اینجا. اوکی. آره اوکی. حالا دیگه حساب کنید تا الان تا امروز این چقدر بشه. 8 ماه اینا بشه. اوکی. بچه‌ها من یه معرفه از خودم براتون برم. من که یوسفم، برنامه‌نویس بودم توی ایران، با فؤاد با هم دیگه مهاجرت کردیم به سمت عمان. دلیل مهاجرتمون که اولا که اصلا من و فؤاد با هم دیگه توی یه شرکت کار می‌کردیم. خیلی جالبه، ما با هم دیگه توی یه شرکت کار می‌کردیم. پلنای مهاجرتمون هم همونجا با هم دیگه ریخته بودیم. بعد پلن هم ریختیم که جفتمون با هم دیگه استعفا میدیم. اصلا این شرکتمون کلا به چیز عظما دادیم. بعد اومدیم بیرون و بعد خلاصه دوتایی با هم دیگه، البته 3 تایی بودیم، یه دوست دیگه مونم بود که با هم دیگه رفتیم به سمت عمان. توی اونجا در واقع ما شروع کردیم یه دونه مغازه زدیم. البته این چیزایی که میگم با فؤاد کاملا مشترکه، احتمالاً فؤاد هم بتونه ساید خودش اگه خواستی چیزی اضافه بکن فؤاد، حالا فرق نداره. ولی بعد دوست داشتیم که یه مغازه بزنیم، به ازای اون مغازه برای خودمون ویزا در بیاریم که در واقع بتونیم توی عمان بمونیم. این اصلا این فکر اولیه‌مون بود. حالا کلی فکرای عجیب غریب دیگه، فروش سنگ و نمیدونم فروش چیزای عجیب غریب دیگه هم داشتیم که بعد همه چی تغییر کرد. خدا رو شکر همون مغازه هم تا 1 سال نگرفت و ما مجبور شدیم که بگردیم دنبال یه کاری که در واقع بتونیم اموراتمون رو باهاش بگذرونیم و همونجا هم که رفتیم باز دوباره توی یه شرکت با هم دیگه استخدام شدیم به عنوان پوزیشن برنامه‌نویس. فؤاد اگه چیزی می‌خوای بینش اضافه بکن، باز من حالا یه جا گفتی خدا رو شکر نگرفت. آره خوب شد دیگه. فرض کن اگر میگرفت الان من و تو با هم دیگه سر مغازه بودیم تو عمان، اینجا نبودیم که. آره از اون لحاظ آره. آره دیگه. بعد ما توی یه شرکتی استخدام شدیم با هم دیگه و حالا یه چند ماهی موندیم و فؤادم برای جاهای دیگه همزمان داشت اپلای میکرد. یه کار خیلی خوب گیر آورد توی شرکت مسقط، بانک مسقط بود اگه اشتباه نکنم. بانک مسقط بود. آره بانک مسقط. فؤاد را بانک مسقط، ولی من خب تو همون شرکت موندم و همچنان به عنوان پوزیشن برنامه‌نویس و حالا کارهای جانبی دیگه هم براشون انجام میدادم. فؤاد میخوای حالا یه خورده راجع به پوزیشن‌های خودت بگو تو شرکت، توی بانک مسقط، که تو بانک مسقط تو عمان چی کارا می‌کردی؟ آره بذار من از ایران شروع کنم یکم. آره توی ایران ارشد نرم افزار داشتم میخوندم توی دانشگاه علوم تحقیقات تهران. بعد حالا چیزایی که یوسف گفت توی شرکت با هم کار میکردیم با یوسف دیگه، تصمیم مهاجرت گرفتیم. سال 2019 شد که ما از ایران خارج شدیم و رفتیم عمان.
توی عمانم اون اوایل ما دنبال کار خیلی گشتیم، بالاخره حالا اینا رو بعداً توضیح میدیم. بالاخره توی یه شرکت تونستیم کار پیدا کنیم دوتامون توی یه شرکت. بعد حدود مثلا یه سال اینا تو اون شرکت من موندم، یوسف همچنان ادامه داد توی اون شرکت. بعد یه پوزیشن در واقع برنامه‌نویس توی بانک مسقط بود که برای اون اپلای کردم و کارو گرفتم و حدود یه سال و فکر کنم یه سالم تقریبا اونجا توی بانک مسقط کار کردم. بعد توی بانک که حقیقتا کار زیادی نمی کردم، ولی خب توی شرکت قبلی که با یوسف بودم چرا یه سری کارا انجام میدادیم که یکم در واقع فشارش بیشتر بود نسبت به بانک. ایول. خب آقا ببین اصلا من موضوع رو یه بار دیگه کلیر بکنم برای بچه‌ها. ببین بچه‌ها امروز کلا می‌خوایم با فؤاد راجبه اینکه مهاجرتمون توی عمان چطور بود، مهاجرت کردنمون بعدش برای فؤاد به نیوزلند چطور بود و بعد به همین منوال برای من به استرالیا چطور، یعنی اصلا مهاجرت نحوه مهاجرتمون به چه شکل بود. خب راجع به این می‌خوایم صحبت بکنیم و نحوه کاریابیمون، اینکه ما چطوری تونستیم کار پیدا بکنیم توی این کشورهایی که در واقع توشون مهاجرت کردیم. براتون فکر میکنم هم جالب باشه هم چیزی برای یادگیری اگر باشه. ما رفتیم توی شرکتی که در واقع توی عمان بود، من همچنان مونده بودم و فؤاد رفته بود. اتفاقی که افتاد این بود که همزمان من به شخص خودم رو دارم توضیح میدم، یک سری کار توی استرالیا گرفتم از طریق شوهر خواهرم و حالا توی یه سری کارم که تو خود عمان داشتم انجام میدادم جانبی. ولی اون کاری که در واقع برای استرالیا انجام میدادیم خب به ازای این که در واقع یه کار کانتینیوسلی بود، یعنی همینجوری ما داشتیم هر ماه هر هفته براشون کار میکردیم، یه دفعه جدی شد، یعنی همینطوری رفت ادامه پیدا کرد و جدی شد کار ما. من چطوری هم منیج میکردم؟ من همزمان هم توی مسقط سر کار خودم بودم توی آفیس، ولی توی همون آفیس بعد از تایم کاری یه مقدار بیشتر میموندم و کار در واقع توی استرالیا رو هندل میکردم و همینطور اصلا پنجشنبه آخر هفته هم که در واقع میومدیم خونه، من خیلی وقتا داشتم در واقع بازم کار استرالیا رو انجام میدادم. حالا احتمالاً خود فؤادم دقیقاً همین منوال برای نیوزلندش اتفاق افتاد. حالا میتونه براتون الان توضیح بده. آره من که در واقع رفتم توی بانک اونجا کارمو شروع کردم، جالب خیلی داستان خنده‌داریه. یه سال اونجا کار کردم، بعد یه ماه مرخصی داشتم. اون یه ماه اومدم مرخصی دیگه، بعد اون یه ماه دیگه قراردادمو تمدید نکردن یعنی دیگه نرفتم سر کار تو بانک دیگه. من توی تحت فشار خاصی بودم که چیکار کنم که پول در بیارم، نمیتونم اجاره خونه باید بدم، بعد ویزا رو چیکار کنم، بعد توی عمان که باید توی یه جایی کار کنی که بتونی در واقع ویزا بهت بدن. حالا ما قرارداد نداشتم، خب ویزا رو می‌خواستن کنسل کنن، کلا داستان شده بود. بعد به هر حال من با اون شرکت صحبت کردم، گفتم آقا ویزای منو نگه دار، من کلا میخوام از عمان برم. بعد آره دیگه همزمان که من داشتم توی بانک کار میکردم با یه شرکت نیوزلندی داشتم ریموت کار میکردم و نمیدونم حدود شاید مثلا اونم در حدی شاید همون یه سالی 9 ماه باشون کار کردم. یه استارتاپ بوده اینجا. بعد به غیر از اونم اون موقعی که دیگه بعد از مرخصیم بهم در واقع قراردادو تمدید نکردن، با یه شرکت استرالیایی داشتم ریموت کار میکردم، اونم 3 ماه اینا شد که بعد اون دیگه ویزای نیوزلند اومد، دیگه اومدم نیوزلند. آها خیلی خوب. آره. حالا بریم یه پله بریم اول قضیه. الان بیایم یه ذره یه پله عقب‌تر. چی تو رو موتیویت کرد برای اینکه مهاجرت بکنی؟ اصلا علت مهاجرت چی بود؟ چرا خواستی مهاجرت بکنی؟ خب این سوال خوبیه. ببین من کلا توی ایران که بودم اصلا نمیدونم 16 سالم بود 17 سالم بود چند سالم بود به فکر مهاجرت افتادم. یعنی توی شهر کوچیکی هم بودم ولی اون لحظه فقط میخواستم مهاجرت کنم، یعنی همون داخل ایران هم میخواستم برم شهر دیگه فقط.
و خیلی اتفاقی و خیلی شانسی یا نمیدونم شاید تلاش خودم دانشگاه مثلا 18 سالم بود دانشگاه تهران قبول شدم و خیلی مثلا یه نقطه عطفی بود توی زندگی من که تونستم تهران قبول بشم و در واقع دنیای دیگه بود برای من. و از اونجا دیگه در واقع بعد از چند سال درس خوندن و اینا دیگه اون قضیه مهاجرت شروع شد، یعنی بیشتر بولد شد توی ذهنم. این از اون توی عمان که بودم چیزی که منو موتیویت کرد واقعا این بود که حالا یه سوال من میون حرفت بپرم. چرا عمان رو انتخاب کردی؟ چی شد؟ چرا رفتی عمان؟ حالا من جوابشو میدونم، دوست دارم بچه‌ها بشنون ازت. من و یوسف حالا بیکه دیگه دوستان ما هر کاری میکردیم از ایران بریم بیرون، یعنی خیلی مقصد برامون مهم نبود اون لحظه، چون داستان سربازی داشتیم و اینا بود و به هر کاری دست میزدیم. پیش خیلی از وکیلا رفتیم که فقط از ایران بریم بیرون، که عمان گزینه در واقع مناسبی بود، هم نزدیک بود همین که ویزا نمیخواست، یعنی میتونستی با همون پاسپورت ایران بری فرودگاه، ویزای فرودگاهی بگیرن بری اونجا، یعنی توریستی. البته ما چیز پشتش هم بود دیگه، میخواستیم شرکت مغازه بزنیم و حالا شرکت بزنیم و روش ویزا در اینا هم بود. ولی خب این در واقع تصمیم بود که ما میخواستیم، یعنی گرفتیم توی ایران. توی عمان هم من دیگه به یه حدی رسیده بودم حقیقتا که میخواستم هر کاری بکنم که از عمان برم بیرون، چون بعد از چند سال زندگی کردن، نمیدونم 3 سال و نیم، دیگه واقعا خسته کننده شده بود برام، مخصوصا آب و هواش دیگه غیر قابل تحمل شده بود. یعنی دیگه به یه درجه آدم میرسی که آقا میخواد ببینید اون میگن کلاه پشت سر رو میسوزونی و کشتی رو میسوزونی دیگه راه برای میخواستی فقط، یعنی من میخواستم فقط برم بیرون و این اتفاق افتاد. آره جالبه. چیزایی که در واقع تو رو موتیویت کرد برای مهاجرت از عمان به خارج از عمان، حالا هر کشوری که می‌خواستی براش اپلای بکنی، تضادایی بود که تو کشور عمان بهش برخوردی، درست میگم؟ یعنی چالشایی بود که تو عمان بهش برمیخوردی. این اتفاقی مفهوم خیلی جالبی داره. یعنی یه مثال میزنی که من راحت‌تر بتونم همین آب و هوایی که خودت گفتی یکی از چالش‌های عمانه، یکی از فکتای چالش برانگیز. آره. مثلا ببین عمان، حالا من میخوام یکم ربطش بدم این بحثو به اینجا. مثلا عمان آب و هواش ممکنه یکی از دلایل مهاجرتش دوباره شما باشه. نیوزلند ممکنه فرهنگش دیدی که دلایل مهاجرت دوباره شما بشه. یعنی این خیلی مهمه. حالا خیلی ها میان اینجا و با فرهنگ آشنا نیستن، حالا به اصطلاح میگن اوپن مایند نیستن و ذهن بسته دارن و میان توی این فرهنگ، اون در واقع شوک فرهنگی که بهشون وارد میشه یه ضربه‌ای بهشون میزنه که باعث میشه که در واقع یا به سمت دپرسی برن یا اینکه حال نکنن با محیط اطراف و تصمیم میگیرن به مهاجرت دوباره. یعنی هر کشوری ممکنه دلیل خودش رو داشته باشه برای مهاجرت دوباره. آره نه 100% جالبه. بعد این چیزی هم که گفتی این بود که در واقع تو یه سری چالش‌ها بهش توی عمان برخوردی. اون موقع من اونجا بودم در واقع این چالش‌ها رو بهش برخوردی یا اینکه من رفته بودم آلردی؟ چون من حدود من فکر می‌کنم 9 ماه یا 10 ماه از فؤاد جلوتر رفتم اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟ آره من 9 یا 10 ماه جلوتر از فؤاد رفتم و ادامه در واقع موندنم رو سپردم به یکی دیگه از دوستان به اسم محمد که اونم احتمالاً اینو در حال تماشا هستش. آره. بعد عرض به حضورتون که آره، یعنی حالا من خودم هم دلایل خودم رو بگم یه مقداری. من میخواستم یه خورده راجع به علت در واقع علت خروج خودم از عمان بهتون بگم. اینکه اولا که من داشتم پارالل برای یه شرکت تو استرالیا کار میکردم. خب یعنی خیلی چیز نبود برام که بگم من حتما الان باید از عمان برم بیرون. نه، اینو داشتم کار میکردم و خیلی به صورت جادویی، خیلی به صورت اتفاقی، خیلی جالب بود واقعا همه چیز که دست به دست هم داد که این شرکت اصلا گرفت کارش و این گرفتن همانا و من رو ویزه کردنم همانا، البته به لطف خب شوهر خواهرم قطعا، ولی خب یعنی این اتفاق افتاد و در واقع من اومدم استرالیا
یعنی این باعث مهاجرت کردن من به استرالیا شدش. من خیلی نمیتونم بگم که من فکتای فؤاد روی من در واقع اپلیکیبل بود. به چه علت؟ یکیش این که من یه مقداری کمتر از فؤاد موندم اونجا، یه مقداری کمتر، حالا به حال مقدار قابل توجهیه. دو اینکه من شرایطم رو اونجا دوست داشتم واقعا. خب به خاطر اینکه عمان کشوریه که من خیلی در واقع حالا نمیخوام تبلیغش هم بکنم، ولی خب کشوریه که پول قوی داشت به نظر من. یعنی من پول در می آوردم، اولا که چون تکس نمیدادم من لذت می آوردم. من همیشه دوست داشتم این فرآیند، این که من ایول دارم الان حقوق میگیرم، هیچ تکسی هم نمیدم، با اینکه حقوقم نسبت به الان استرالیا یا حالا نسبت به توی نیوزلند قاعدتا خیلی پایین‌تره، ولی خب لذت‌های خودشو داشت. من حالا اون موقع احتمالاً سطح دیدگاه منم پایین‌تر بوده دیگه. بعد من داشتم لذتم می‌بردم. سومی یا چهارمی فکتش این بودش که اولا که خب کنار دوستان بودیم و کلا خوش می‌گذشت. یعنی هر شب ما یه داستان الکی چرت و پرتی داشتیم که باعث خوش گذروندن می‌شد. می‌دونی چی میگم؟ باعث می‌شد که سخت نگذره بهت شرایط. کلا اینا، ولی خب دست به دست هم داد که خیلی جالب اتفاق افتاد که در واقع ویزای من اوکی شد و من مهاجرت کردم به کشور استرالیا. از استرالیا خودم میگم بریم. فؤاد میخواست راجع به نیوزلندش بهمون بگه. فؤاد تو در واقع چی شد که از چالشات بعد از مهاجرت به نیوزلند رو بهمون بگو. این یه سوالیه که خیلی از بچه‌ها میپرسن. خیلی دوست دارم بدونن که وقتی میرسی به نیوزلند، یا وقتی بچه‌ها دوست دارن بدونن که وقتی میرسن به استرالیا چه چالشایی رو باهاش مواجهن، چه در واقع چه چیزهایی رو باید ستاپ بکنن که بگن که آقا اوکی ما الان آماده زندگییم تازه. خب یه مثال مثلا براتون بزنم، مثال خیلی سادهش خب میشه پیدا کردن خونه و اینا دیگه. اوکی حالا اون چیزایی که خودت تو باهاش مواجهت کردی رو بگو. سوال جالبیه. ببین به این دلیل که هر جایی بریم ممکنه این دعوا جوابش متفاوت باشه. توی مثلا نیوزلند اینجا یکی از معضلات اونایی که میان اینه که خونه نمیتونن گیر بیارن یا واقعا خونه پیدا کردن براشون خیلی سخته. منم کاملا شانسی شاید بگم بهترین خونه‌ایه که یه نفر که تازه میاد اینجا رو میتونه بگیره، یعنی من گرفتم و اونم حالا از طریق معرفی اونا. اینجا اینجوریه کلا اگه یکی بتونه شما رو معرفی کنه میتونید راحت خونه بگیرید، ولی خونه پیدا کردن اینجا سخته، واقعا سخته. شما مثلا میرید یه خونه رو میبینید 10 نفر دیگه هم اومدن اونا هم همون خونه رو میخوان و شانس شما میاد پنجشون تازه اومدید یا مثلا چند سال اینجاست اون راحت‌تر خونه رو میگیره. این یکی از معضلات اینه. بعد معضل بعدی هم همون در واقع حساب بانکی و ایناست که چون به خاطر ملیت ایرانی بانک‌های مختلف باید برید توی شهر بچرخید دقیقاً و ازشون بپرسید که مثلا من ایرانی هم حساب باز می‌کنید، یه سریاشون براتون باز می‌کنن. دقیقاً همین مشکل هم توی عمان بود، یه سری جاها بود، یه سری بانک‌ها. و دیگه چه عرض کنم، بهترین اتفاق اگه یعنی براتون بیفته اینه که با کار بیایید اینجا، یعنی به هر کشور دیگه‌ای به نظر من، چون پاتونی که میذارید اینجا میدونید که پولتو دارید، یعنی حقوقتو میگیرید، میرید سر کار، این خیلی خوبه. ولی اگه اینو نداشته باشید باید یه کاری بکنید، دردسر میشه براتون. جالبه. من رسیدم توی نیوزلند، در واقع هیچ کسی رو من نمیشناختم توی نیوزلند. اگه میشناختم اصلا اون اوایل ندیدمشون، فقط یکی دو بار دیدمشون همون. و این که تنها پاشی بیای توی کشور دیگه واقعا سخته. یعنی اگه با دوستات باشی خیلی راحتی، ولی اگه تنها پاشی بیای توی کشوری که از لحاظ فرهنگی مثلا 100 لولش، میدونید مثلا از لحاظ آزادی، از لحاظ فرهنگی همه چیز فرق داره، اون یه شوکی رو بهتون وارد میکنه که جا میخورید یه لحظه. و مثلا مثال میزنم، مثلا من مثلا توی عمان توی ایران راه میرفتی مثلا گی نمیدیدی یا مثلا لز نمیدیدی یا مثلا چه میدونم حالا انواع مختلف دیگه اینا، ولی اینجا راحت هست میبینی.
تو عمانم بود ولی آره تو عمانم بود ولی کم، یعنی مثلا مخفی بودن بیشتر، حتی تو ایران هم اینجوریه. ولی اینجا آزادن، اینجا تو راحت میتونی، یعنی اینکه تو مثلا ممکنه یه بار پیش بیاد مثلا بری با یه نفر که گیه یا لزه یا ترنسجندر، مثلا حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی با اونو مثلا بخوای صحبت کنی، میدونی، یعنی مثلا تو محیط کار من همچین آدمایی هستن که ممکنه مثلا من یه بار پستم بهشون بخوره که برم باهاشون صحبت کنم، میدونه این حتی من سراغ دارم یه سری از آدما تحمل صحبت کردن با اینا رو ندارن. این یکی از اون نکاتیه که مثلا باید در نظر گرفت. جالبه. و آره این خیلی مهمه. پس در واقع کالچرال شاکات اینا بودن. من یه مثال برات بزنم، ولی یه هینت بهت بدم. الان من وقتی وارد استرالیا شدم، خب اولا که خدا رو شکر من میگم یعنی عضوی از خانواده‌ام اینجا بودن، خواهرم بود، شوهر خواهرم بود، به حال بچه‌شون، یعنی کلا من وقتی رسیدم وارد یه خانواده شدم. اون شوک تنهایی که در واقع خیلی‌ها که به تنهایی مثل تو مهاجرت میکنن به من دست نداد، ولی خب یه خیلی از شوک‌های دیگه بهم دست داد که واقعا هم اینا برای من سخت و چالش برانگیز بود. حالا کسی که الان داره از ایران میشنوه احتمالاً بخنده پیش خودش و بگه که مثلا چه شوکیه، ولی مثلا یکی از عجیب ترین چیزایی که من دیدم این بود که چون موقع ما تو سیدنی بودیم و یه شهری، یعنی یه در واقع سابربی شمال سیدنی، بعد دیدم که ساعت 4:30 اصلا شهر تموم شد، خالی، اصلا هیچ کس نیست، هیچ اتفاقی بیرون، همه مغازه ها بسته، فروشگاه ها بسته، هیچ چیزی باز نیست، هیچ کس هم بیرون نیست. بعد من رفتم دیدم یعنی چی واقعا ما اومدیم خارج، خب اینجوری که اومدیم خارج حال کنیم. آره نمیشه، واقعا نمیشه. این شوک کالچری خیلی، شوک فرهنگی خیلی بزرگی بود برای من. یکی از سوالایی که خیلی از بچه‌ها از من میپرسیدن این بود که توی عمان چجوری کار پیدا بکنیم. خب خیلی از بچه‌ها با تخصصهای مختلف، حالا یه نفر هستش مثلا مهندس پتروشیمیه، یه نفر هستش مهندس نرم افزار، یکی هستش مهندس فلان بخش کامپیوتر، یعنی کاملا مجزاست با کامپیوتر، ولی خب چون به هر حال به دلایل خودشون دوست دارن که در واقع مهاجرت بکنن به کشور عمان، ولی نمیدونن که در واقع از کجا باید شروع بکنن که دنبال کار بگردن، چی کار باید بکنن که دقیقاً وارد محیط کار بشن. اصلاً آیا محیط کار اونجا اندازه محیط کار ایران چالش برانگیز هست یا نه؟ چه تکنولوژی‌ای استفاده میکنن؟ دقیقاً مثلا ابعاد شرکت ها اونجا چقدره؟ اندازه مثلا ابعاد شرکت ها توی مثلا ایران هستش یا حالا هر جای دیگه‌ای که هستن میخوان مهاجرت بکنن؟ خب بذار از اینجا شروع کنم که چجوری اصلا ما کار پیدا کردیم. خب ما اول که رسیدیم توی عمان، فکر کنم یادته دیگه، ما میرفتیم انگار در خونه ها رو میزدیم، میرفتیم مثلا تو شرکت های مختلف میگفتیم مثلا دنبال کار اینا رو بلدیم، یا مثلا شما نیرو میخواید و اینا. این یکی از روش‌هایی بود که ما ترای کردیم، در واقع سعی کردیم از طریقش کار پیدا کنیم. خبر نداشتیم که یه سری پلتفرم‌ها وجود داره که میتونیم در واقع کار پیدا کنیم راحت از طریقش. بعدا متوجه شدیم که مثلا یه سری سایت‌ها هست مثل یه سری سایت کاریابی که میتونی مثلا رزومتو بذاری اونجا که مثلا کارفرماها ببینن و باهات تماس بگیرن و مثلا اسم سایت‌ها رو این زیر تو دیسکریپشن بچه‌ها من می‌نویسم اسم سایتایی که کاریابی. آره همینجوری که فؤاد اشاره کرد، ما واقعا دور تو دور، در به در ما میرفتیم میزدیم در شرکت ها رو، واقعا این کار رو میکردیم، در میزدیم میگفتیم این رزومه خدمت شما، ما دنبال کار میگردیم. حالا یه سریا میگفتن که برید بعداً تشریف بیارید، ایشالله ماشالله فلان. بعضیا مثلا میگفتن که لطف میکردن میگفتن بشین حداقل یه مصاحبه بگیریم ازت. توی این در واقع پروسه بودیم که اتفاقی که افتاد این بود که مثلا یه شب همینجوری من گفتم که بذار مثلا سایت هایی که تو گوگل هستن رو مثلا من بزنم ببینم چه سایتی برای مختص نرم افزار میاد. دیدم که مثلا یه سری شرکت ها رو داره به من معرفی میکنه که تولید کننده نرم افزار هستن مختص کار خودم. حالا هر کسی که هر تخصص دیگه‌ای هم داره میتونه توی گوگل بزنه. این کاری بود که ما کردیم، حالا نه صرفا فقط این کار جواب میده، ولی این کارو کردیم. بعد توی گوگل زدیم یه اسم این سایت اومد،
رفتم توی تماس باماشون، حالا شاید چیز خنده‌داری باشه، توی تماس باماشون گفتم که ما تازگی از ایران مهاجرت کردیم، 2 نفر هستیم، دنبال کار میگردیم، این رزوممون اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید، ممنون میشم فعلا. بعد هیچی این شد و بعد از 2-3 روز با ما تماس گرفتن، گفتن جفتتون بیاید برای مصاحبه. خوشبختانه جفتمونم رفتیم و جفتمونم قبول شدیم و بعدش ماجرای دبی پیش اومد که حالا یه سفری هم بینش دبی رفتیم و بعدم برگشتیم رفتیم مستقیم سر کار خودمون. حالا ابعاد شرکت ها رو فواد میخوام یه خورده بهمون بگی، چالش هایی که داشتیم، ابعاد شرکت، چه در واقع تکنولوژی استکمون استفاده میشد، اینو یه جوری کلی جواب بده که برای کسایی هم که از رشته های دیگه میخوان برن استفاده بکنن بیشتر در جریان باشن، چون به حال تو صنایع مختلفی کار کردی تو عمان. من 2 شرکت کار کردم، جسمم که یه دونه. توی شرکت اولی که اون استک تکی که داشتیم کلا دات نت بود، حالا برای اونایی که مثلا آیتی کارن اینا رو میگم، و خیلی قوی نبود حقیقتا. یعنی با توجه به چیزایی که تو ایران دیدم و اینجا میبینم اصلا اونجا چیزی نبود. یعنی مثلا واقعا از لحاظ آیتی سطح پایینی داره. حالا اینو اگه شاید مثلا یه عمومی بشنوه منو فوشکش نمیفهمن، ولی خب واقعا اینجوریه. البته اینم اضافه کنم که همشون اینجوری نبودن. بودن یه سری شرکت‌های خیلی بزرگ، مثلا شرکت نفت یا مثلا یه سری بانک‌ها که واقعا آدمایی پیدا میشد توشون که واقعا خیلی خوب بودن و خیلی بلد بودن. برعکس توی در یه مثال نقض بیارم برای خودم، توی بانک من بودم، حالا همکار من واقعا نمیدونم چجوری استخدام شده بود، یعنی طرف هیچی بلد نبود استخدام شده بود. مثلا همچین اتفاقایی هم میفته. جالبه. پس بعد ابعادش چقدر بود؟ معمولا چقدر در واقع نیروی کار داشتن؟ خب شرکت اولی که کوچیک بود، شرکت اولی همش دایی و عمو اینا بودن فکر کنم، نمیدونم 8 نفر شد. حتی کمتر. آره 5-6 نفر 7 نفر. آره همون خیلی چیزا. ولی خب بانک خیلی بزرگ بود، نمیدونم شاید بالای 1000 بیشتر از 1000 نفر فکر کنم نیرو داشتن اونا دیگه، هر کسی کاری میکرد اونجا. ولی خب بانک با خیلی بزرگتر بود. راستی من یه چیزی اصلا یادم رفت، من توی دیام کار کردم. آره توی دیام یادم رفت. آره همون مثلا دیام یه مثال خوبیه برای اینکه به اینکه آدمایی پیدا میشن که واقعا خیلی خوب بلدن و تکشون قویه. داستان خیلی خنده‌دارم تعریف کنم. ما اون اوایل رفته بودیم عمان، راستی هم یادمون رفت، میگم به هر دری ما زدیم و یکی از کارهایی که کردیم بود که آموزش برنامه‌نویسی میدادیم به عمانی‌ها در واقع اون اوایل. و یه پسر عمانی اومد در واقع آگهی زدیم فکر کنم، اون ما رو فالو کرد و در واقع تماس گرفت و باهاش صحبت کردیم. یه مثلا چند جلسه بهش آموزش سی شارپ دادیم. بعد جالبش اینه که یه سال بعد از اون که من آموزش دادم، یعنی ما آموزش دادیم به اون پسره، یه سال بعد من رفتم توی دیام، اون پسره رو اونجا دیدم توی اون شرکته. بعد دیگه هی منو میکشید کنار که آقا نگی مثلا من به این آموزش دادم و اینا. کلا داستان جالبه. بعد راجع به مراحل پروسه در واقع استخدام تو بانک مسقط هم یه خورده برام بگو که چی کارا کردی که توی وارد بانک مسقط شدی. یه در واقع سایت هست به اسم تالنت عربیا، یه شرکتیه که توی دبیه و اونا یه جابی رو پست کرده بودن برای بانک مسقط و من اون رو اپلای کرده بودم و اونا اون شرکتی که توی دبیه با من تماس گرفت و گفتن که مثلا بانک مسقط میخوای بری؟ من گفتم آره. مصاحبه‌مو دادم با بانک مسقط که اوکی شد. حالا اون شرکتی که توی دبی نمیتونست به من ویزا بده و اونا باید مثلا با یه شرکتی که توی عمان همکاری میکردن، اون شرکتی توی عمان به من ویزا میداد، بعد از طریق اون ویزا من میرفتم توی بانک به صورت قراردادی رفتم توی بانک مسقط. ولی حالا نکته جالب اینجاست که
شما نمیتونید به عنوان یه خارجی برید مستقیم با بانک کار کنید توی عمان، یعنی با سازمان عمان. یعنی حتما باید یه شرکت خارجی باشه، شما به عنوان مثلا کانترکتور برید اونجا کار کنید. به عنوان چه پوزیشنی رفتی وارد بانک مسقط شدی و اینکه سوالایی مثلا نه اینکه دقیقاً بگو سوالام چی بود، ولی آیا چالش برانگیز بود مصاحبت، فرآیند مصاحبه و وارد شدن به سازمان بزرگ؟ فکر کنم اگه تایتلش درست یادم باشه، فکر کنم به عنوان وب دیزاینر رفتم یا وب دیولپر. مصاحبه من کلا بیشتر سوالات شیرپوینتی بود حقیقتا توی بانک و اونا یکی از پورتالاشون روی شیرپوینت بود و یه سوالات شیرپوینتی میپرسیدن. سوالاتش خیلی سخت نبود، کلا اگه شیرپوینت بلد باشید خیلی راحت بود سوالاتش. در واقع ما شرکت اولی هم که رفتیم برای مصاحبه سوالات آنچنان سختی نبود. مثلا من فکر کنم یادمه یکی از سوالات در مورد همین مایم تایپ فایلا بود که چجوری مثلا یه فایل آپلود میکنی چجوری اونا رو چک میکنی، که مثلا یکی روشاش این بود که اکستنشن رو چک کنی. بعد اون مثلا فکر میکنم مثلا ما بلد نیستیم، میگم نه اینجوری نیست، یه راه دیگه هم هست. و مثلا گفتیم آقا فایل‌ها یه هدر دارن مثلا اون رو میتونی چک کنی. اینا کلا توی عمان کار پیدا کردن برای آیتی به نظر من راحته، خیلی سخت نیست. کاملا قبول دارم. ما اون اوایل که رفتیم متأسفانه انرژی درینر داشتیم، ما جایی دیگه داشتش انرژیمون هدر میرفت، وگرنه خیلی راحت تر میتونستیم از اینا کار پیدا بکنیم توی عمان. ولی آره نه 100% همونجوری که فؤاد میگه کار توی عمان پیدا کردن خیلی راحته. عمان رو میتونید برید خیلی راحت، همونطور که گفتیم ویزای فرودگاهی میگیرید، راحت میرید تو توریستی. و به نظر من بهترین، یعنی میشه گفت یکی از راههای خیلی ساده است که میتونید شروع کنید برای مهاجرت به کشورهای دیگه. چون ایران در واقع عمان که میرید از عمان به کشورهای دیگه اپلای کنید راحت تر کارتون تا اینکه توی ایران باشید. و اینکه کار پیدا کردم که همینطور که گفتیم میرید یه ویزا توریستی میرید اونجا دنبال کار میگردید توی این پلتفرمایی که تو دیسکریپشن میذاریم، اونجا که کار پیدا کردید ویزاتون در واقع ویزای کارم بهتون میدن. خیلی عالی. حالا من به یه در واقع متمم اضافه بکنم به این. البته بحث عمان رو فکر میکنم تمام کردیم، ولی برای دوستانی که قصد دارن مهاجرت بکنن به سمت استرالیا، من اکثرا برای صرفا کار خودمون رو میدونم، برای حالا نرم افزار کامپیوتر، یعنی کلا شاخه‌های کامپیوتری در جریانم که قوانین در واقع مهاجرتی استرالیا یه مقداری تغییر کرده و قبلا 6 سال از شما سابقه کاری میخواستن برای اینکه برای ویزایی به اسم 189 نهادی به اسم ACS شما رو ایوالویت میکرد. الان شده با یه سری کاندیشن شده 3 سال. خیلی چیز جالبیه. و اینکه خب نمره آیلتس که همونه، البته نمره آیلتس و ACS کاری نداره، صرفا از شما سابقه کاری میخواد. و برای دوستانی که قصد مهاجرت دارن از حالا کشورهای هر کشوری که ترجیحاً اگر شما سابقه کار بین الملل داشته باشید خب خیلی ارجحیت بالاتری داره. اینم که میگم 3 سال کسی که سابقه کار بالاتری ارائه بده قانوناً و قاعدتاً توی در واقع اولویت بالاتری قرار میگیره. این صرفاً کف شما گفتم 3 سال. بعد عرضم به حضورتون که از طریق خیلی از ویزاهای متفاوت خودتون میتونید به صورت انفرادی، یعنی خیلی وکیل هم نمیخواد بگیرید که بگید آقا مثلا اینقدر پول بهتون میدم وکیله مثلا بیاد برای من همه کارام بکنه. نه، شما خیلی نهایت کاری که میتونید با وکیل انجام بدید برای مهاجرت به استرالیا این هستش که زنگ بزنید ازش یه سری مشاوره بگیرید، بگید شرایط من اینه، به نظر شما چه مثلا در واقع ویزایی رو به من پیشنهاد میکنید. ولی خودتون خیلی راحت میتونید کار خودتون رو انجام بدید. و اگر که قصد مهاجرت دارید، مهاجرت کاری به کشور استرالیا، من پیشنهاد میکنم که یه سری به سایت در واقع هوم افیر استرالیا بزنید. این زیر اسمش رو مینویسم براتون. توی اون سایت هوم افیر انواع ویزا رو براتون زده و اینکه کسایی که میتونن اپلای بکنن برای این ویزا هم زده که چه شرایطی رو باید داشته باشید. اونو خیلی راحت میتونید مطالعه بکنید و از طریق اون اپلای بکنید و در واقع کاراتون رو پیش ببرید. و اینکه خوشبختانه نیروهای زیادی رو داره میگیره توی این چند سال. استرالیا اصلا یه برنامه 10 ساله داره برای اینکه جمعیتش رو خیلی بیشتر از چیزی که الان هست بکنه، چندین میلیون بیشتر از این چیزی که هست الان بکنه.
برای همین وابسته شده به در واقع کشورهای دیگه که مهاجره کوالیفاید شده رو بیاره وارد خودش بکنه. بنابراین به نظر من فرصت خوبیه برای کسایی که دوست دارن مهاجرت بکنن. این یک. دوم که استرالیا واقعا کشور خوبیه برای مهاجرت کردن. یعنی کسی که براش استاندارده زندگی مهم باشه، استاندارده در واقع کسی که مثلا دوست داره بچه‌ش اینجا بزرگ بشه، دوست داره بچه اینجا به دنیا بیاره، یا چه میدونم خودش اینجا زندگی آرومی داشته باشه، جای خوبیه. هرچند چالشای قطعا چالشای خودشو داره، اگر شما تنها هستید خیلی چالشای بیشتری داره. راجع به چالشاش صحبت کردیم. الان بیشتر دوست داریم که باز بکنیم که الان فؤاد میخوام ازش بپرسم که در واقع فرایند استخدام شدن توی نیوزلند چطور بود؟ این رو چی کار داشتی میکردی که یه دفعه تو نیوزلند استخدام شدی؟ خب من توی عمان که بودم از یه بازه شروع کردم به در واقع چی میگم دنبال کار گشتن توی نیوزلند. کانکشن خیلی مهمه، یعنی ارتباط داشتن با آدمای مختلف جاهای مختلف دنیا. این خیلی بهتون کمک میکنه، چون من خودم از این طریق کار پیدا کردم. من با یه نفر توی لینکدین آشنا شدم، یعنی اصلا ندیده بودم کیه چی هست، کلا یه چند تا پیام مثلا بهش داده بودم، آشنا شدم باش. و اینکه اون شرکتی که ایشون کار میکرد من چک کردم، دیدم پوزیشن باز دارن، یعنی در واقع دنبال نیروان. و به همون در واقع دوستم که توی لینکدین بود گفتم که منو معرفی کن به شرکت که اگه میخوان من توی این پوزیشن مثلا میتونم کار کنم. و ایشون لطف کردن منو معرفی کردن و دیگه پروسه، یعنی فقط معرفی نیست، پروسه مصاحبه‌ام شروع شد و نزدیک شاید بگم اگه مثلا کلندرمو نگاه کنم شاید مثلا 6 تا 7 مثلا من مصاحبه دادم با این شرکت. فکر کنم دو تاش فنی بود، بعد بقیه‌اش هم مثلا مصاحبه اچ آر و یه سری مصاحبه های دیگه. بعضی مصاحبه‌هاش که چیز بود، وان تو وان بود، یعنی تک به تک بود، بعضی مصاحبه با تیم بود و بعضیش با اچ آر بود، بعضیش هم با ریکروتر بود. و آره من اینجوری در واقع کار پیدا کردم. من خودم اگه برگردم عقب دنبال کار باشم توی نیوزلند، اولین چیزی که برام مهمه اینه که اول انگلیسیمو خوب میکنم، یعنی انگلیسیمو یاد میگیرم خوب. بعد میرم سایت مهاجرت نیوزلند رو زیر رو میکنم، میخونم ببینم چیا وجود داره، چیا به درد من میخوره. این خیلی مهمه. شما اگه پول به وکیل بدید، وکیل میره اون سایت رو میخونه به شما میگه. این کار وکیله، کار خاصی نمیکنه. ولی شما اگه زبان بلد باشید، سایت خودتون میخونید، در واقع اسکیلاتون رو مچ میکنید با اون چیزایی که توی سایت هست، نهایتاً به این نتیجه میرسید کدوم ویزا رو باید اپلای کنید. و این بهترین راهه برای هر کسی. ولی آسون ترین راه برای مهاجرت از طریق پیشنهاد کاری، از طریق جاب آفره. یعنی اینکه شما این شرکتی رو توی اینجا پیدا کنید یا یا هر جای دیگه که بهتون براتون درخواست در واقع چی میگن دعوت به همکاری بفرسته، پیشنهاد کار بفرسته. و این جاب آفر که این خیلی پروسه مهاجرتشون حتی ساده‌تر میشه. مثلا برای من فکر کنم کلا 1 ماه طول کشید پروسه، در واقع از زمانی که اپلای کردم تا اینکه مثلا ویزام اومد، چون یه ویزای فست ترکینگ هم بود. خب دوستان یه جنبندی بکنیم برای شما، چون ما تا الان راجع به در واقع انواع مهاجرتامون صحبت کردیم که در واقع چه چالشایی رو توی مهاجرتامون با هم دیگه داشتیم، اینکه چطوری ما تونستیم کار پیدا بکنیم تو جایی که در واقع ساکن شدیم، هم من هم فؤاد، و اینکه جفتمون توی عمان با هم دیگه راجع به اینا صحبت کردیم و اینکه می‌خوایم یه جنبندی بدیم. من اول شروع بکنم فؤاد. من اینکه جنبندی خودم به این شکل میشه، من کلا نظر مثبتی داشتم، یعنی همیشه سپاسگزارم از اینکه مهاجرت کردم، همیشه خوشحالم از اینکه مهاجرت کردم. یعنی هر موقع به عقب نگاه میکنم و به حال خودم نگاه میکنم میبینم که واقعا سیر تکاملی خوبی داشتم، خوبی رو گذروندم. چرا؟ به چه دلیل؟ به این علتی که با یه سری چالشایی برخوردم واقعا
توی این سیر حالا زندگی که من رو ساخت. حالا این جوری من حداقل بهش نگاه میکنم که حداقل من رو یه آدم متفاوتی کرد، متفاوت رو به خوب. از چه لحاظه ای؟ مثلا فرض بکنید که شما قبلا مثلا تو دمای مثلا 20 درجه سردتون میشد، حالا 20 درجه که خیلی سرده احتمالاً، ولی مثلا تو دمای مثلا 25 درجه سردتون میشد، ولی الان مثلا تو دمای 20 درجه سردتون میشه. یعنی میخوام بگم که اینقدر میتونه شما رو در واقع مقاوم‌تر بکنه نسبت به شرایط محیط، که دقیقاً همین کار رو با من کرد. پس من کلاً دیدم خیلی مثبته و حتما دوستان رو تشویق میکنم اگر کسی انگیزه مسافرت مهاجرت کردن داره این کار رو بکنه، هر چه زودتر. از کوچیکترینش شروع کرده هیچی، یعنی بیشتر از این صبر نکنه به نظر من. اگر که خیلی صبر کرده، اگر یک مقدار صبرتون یا مثلا فکر میکنید دیگه داری تحمل میکنید، دیگه از حالت صبرم خارج شده، به نظر من از یه جای کوچیک شروع بکنید و حداقل یه کاری کرده باشید. این از دید من از مهاجرت. نحوه کاریابی هم این که کار اوایلش برای ما، فوادم خودش شاهده، برای ما خب پول خوبی نداشت واقعا، یعنی ما خیلی پول کمی میگرفتیم. میخوام بگم که اون در واقع اون اولین چیزی که باهاش مواجه میشید یه دفعه فکر نکنید، شوک براتون نداره که قرار این دائما این باشه. نه واقعا این اتفاق نیفتاد، حداقلش برای من که برای فوادم که من شاهد بودم. شما اولش یه جای استخدام میشید، چون سیر تکاملیه به حال، شما یه جای استخدام میشید، یه حقوق خب حالا پایینی هم اگر بگیرید اشکالی نداره، این موقتیه. بعد شما میگردید دنبال کارهای بهتری و در واقع میتونید برای اون اپلای بکنید. فرایند مصاحبه شدن هم که خب دقیقاً مسابقه‌ای که تو ایران میگیرن احتمالاً به نظر من حتی چالش برانگیزتر هم هستش نسبت به اون مسابقه‌ای که تو خیلی حتی همین تو استرالیاش هم دارن میگیرن. آره چیزای چالش برانگیزیه. سومین نکته اینه که حتما به قول فؤاد زبانتون رو حتما خوب بکنید. زبان مهمترین بخشی هستش که واقعا شما، این بزرگترین لطفیه که میتونید شما به خودتون بکنید موقعی که خارج از ایران دارید زندگی میکنید. این جنبندی من بود. اگر فؤادم که صحبتی داره بگیم. تا اینجا که فکر کنم خیلی چیزا رو ما پوشش دادیم، گفتیم. در کل مهاجرت یه امر سازنده است، یعنی شما رو از یه خامی خاصی در میاره، یه پختگی میرسونه و حتی در حد شهرم باشه بازی تأثیری داره روتون. حالا چه برسه به اینکه بیایی توی کلا این جامعه کاملا متفاوت. اینجایی که من هستم توی نیوزلند واقعا من نمیتونم الان توصیه بکنم. دلیلش هم اینه که من خودم 8 ماه اینجا و احساس میکنم خیلی زوده، شاید مثلا این سه چیزا بگم مثلا اشتباه بشه و الان سعی میکنم در واقع توصیه نکنم فعلا تا اینکه ببینم چه جوری هستم واقعا و حرفای در واقع حقیقت رو بگم. و اینکه در مورد زبانم که گفتیم، زبان خیلی مهمه. اینجا که میایید مثل من نشید. اینجا ممکنه مثلا توی جمع برید طرف مثلا یه چیزی بگه بخندن، شما هم الکی بخندید، واقعا متوجه نشید هر چی گفته. این اتفاقا واقعا میفته، یعنی مثلا هست، من خودم بودم توی همچین شرایطی. البته بیشتر برمیگرده به اینکه شما باید اینجا تایم بگذرونید، هم به لهجهشون عادت کنی، همین که اون چیزی که ما تو ایران میخونیم سر کلاس اصلا اون خبری نیست. اینجا کلا مخابره است، چیزا میگن که اصلا تو ایران اصلا نمیگن و واقعا کاملا فرق داره. و اینکه خیلی محکم زبانتون رو بخونید، برید هر کشوری که دوست دارید، مهم نیست هلند میخوای بری، استرالیا، نیوزلند، برید تو سایتشون، اصلا نترسید. منم اون اوایل که میرفتم مثلا سایت نیوزلند رو باز میکردم و اصلا دهنم وامی چی اصلا. بعد که مثلا زمان میگذره به اون سایت عادت میکنی، به بخشای مختلفش عادت میکنی، بعد متوجه میشی مثلا ویزا کجاست، نوعای مختلف چیه، شرایطش چیه. یعنی میخوام بگم که شما به یه درجه‌ای میرسید که اصلا به وکیل نیاز ندارید، همه چی متوجه میشید و خودتون اپلای میکنید برای کار. بعد در مورد در واقع اسکیلایی هم که دارید، حالا من بیشتر
در مورد آیتی کارا صحبت میکنم، تا جایی که میتونید دانشتون رو زیاد کنید. در واقع حالا میدونم توی ایران به سری از کلاود پرووایدرها دسترسی ندارید و اینا، ولی خب اگه میتونید، اگه امکان پذیره که دسترسی داشته باشید که چه خوب. اگه نه، برید فیلم‌های آموزشیشو ببینید، حداقل که باهاش آشنا باشید، که اگه مثلا طرف گفت مثلا فلان سرویس، تو اصلا مثلا یه چیزی بگی، طرف نه که اصلا کلاود نمیدونه چیه، مثلا سرویس رو نمیدونه. مرسی بچه‌ها، ممنون. مرسی بچه‌ها. اگر کسی سوالی داره حتما توی کامنت ها بنویسه، حتما هم من هم فؤاد از هر کدوممون سوال داشتید بپرسید، جفتمون در دسترس خواهیم بود، جوابتون رو میدیم. اگر فکر میکنید که نیازی به توضیح بیشتر دارید توی پروسمون، اینم بگید که بهتون در واقع یه لایو دیگه میذاریم، در واقع یه پادکست دیگه رو اجرا میکنیم، اونجا توضیحات بیشتری رو میتونیم ارائه بدیم. من یه چیزی اضافه کنم قبل از اینکه بریم. اگه دوست داشتید اینستاگرام اینا ما رو فالو کنید، بهمون پیام بدید، اونجا میتونیم بهتون جواب بدیم خیلی سریع، چون ممکنه کامنت های یوتیوب خیلی چک نکنیم مثل اینستاگرام. حالا اگه سوالاتی هم توی کامنت های یوتیوب گذاشتید که اونا رو هم میخونیم. مرسی بچه‌ها، وقتتون بخیر، مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظ.